اون تو چند نفرین؟ ما 2 نفریم، یه نفر دیگه بیاد حرکت میکنیم. شما تشریف نمیاری؟ نخیر آقا، نخیر. چی؟ فقط میخوام بدونم که شما 2 نفر اون تو چه کار میکنید؟ ما دنبال قاتل آقای قاشقچی میگردیم. اخبار نمیبینی؟ بعد شما این مفتشی؟ نخیر، ولی اگر لازم باشه مفتش رو خبر میکنم. آجا چرا اعصاب نداری قربونت برم؟ شما باید نشانه صبر آرامش باشه. شما یه دقیقه بفرمایید، ما الان میرسیم خدمتتون توضیح میدیم. این نکبت داشت کوچیکمه، خودم بزرگش کردم، خودم اسمش انتخاب کردم، خودم تا مدت‌ها زیبشو بالا میکشیدم. خودم معتاد شده. سنتی سنتی به همه رو قاطی پاتی میزن، توهم میزن آقا. برای همین بستمش به خودم که شیطان رجیم یه وقت نره تو جلدش. کل قصه همینه. حلالم کن. برو حاجی رو حلال کن. حاجی من نوکرتم ولی منو بغل نکن.